یه آیتم داغ خفن میخوام بزنم با دبل چاکلت. نصف دبل چاکلت. اینم میریم تو فریزر برای بعدی. یه خورده آب جوش میریزیم. یه خورده بهش بخار بدیم چون بستنی سرده یه ذره داغ شه. نترس، اتفاقی برای این نمیفته اگه بعدش سری خالیش کنی. سری خالی کنی دستیم بخور. 200 میلی شیر بریزیم. یه فوم خیلی سنگین. حالا بکوبین اینو. پودر هات چاکلت. 2 شات اسپرسو. یه جوره. فوم روشو ببین. این تازه میشه، یه خورده هم بیاد بالاتر. از خدا واسه همتون برکت و سلامتی و ثروت و کاسبی میخوام.